این پسره که کارگر مغنیه بود، بچه شوخ و بامزه‌ای بود. یارو بهش گفتش که تناب بنده پایین، برقا رفته، من بیام بالا فعلا که ما نمیتونیم کاری انجام بدیم. یه تناب اونجا بود 2-3 متر، بعد یه تناب هم بود 10-11 متر. یارو اون تناب 2-3 متریه رو انداخت، در صورتی که عمق چاه حدود 7-8 متر بود. این هی داد میزد نگاهش که تناب درسته رو بنداز. کاری نداریم، داشت باش شوخی میکرد. علی میخوام یه گوشی دستت بدم باشه، بد نیست. خیلی وقت هستش که تو توی چاه 7-8 متری افتادی و خیلی ها دقیق میدونن چاه 7-8 متره، ولی تناب 3-4 متری میفرستن برات، ادای کمک کردن در میارن، اداشو در میارن. اینا خیلی به درد نخورن. به نظر من اگه میبینن تو چاه افتادی ردشن و برن، خیلی بهتر اینه که الکی میاد میگه داداش چی شده، چی کار میتونم واسط بکنم، آبجی چی شده، چی کار میتونم واسط بکنم. ده برو بی پدر، برو جد و آبادتو مسخره کن، سر کار بذار. خیلی نامردن اینه که اداشو در میارن.